قوم دلیل داره؟ نداره. قرآن برای ما درس میده منطق زورگویای نمیسته، منطق ظالمه و کسی که دلیل نداره نمیسته. و در مقابل دلیل ابراهیم خلیل الله دلیل ارائه نمیتونه. ابراهیم خلیل الله طور دلایل برش گفت چیزی را شما پرستش میکنی که خوراک براتون داده نمیتونه، هیچ اختیاری نداره، چطوری معبود شده میتونه؟ آلیا چی میگه؟ فما کان جواب قومی، نبود جواب قومش الا ان قالوا اقتلوه، مگر گفتن بکشش او حرقوه یا بسوزانش. فانجاه الله، الله نجات داد ابراهیم خلیل الله را من النار، از آتش. ان فی ذلک، یقینا در نجات ابراهیم خلیل الله لآیات لقوم یؤمنون، عبرت است، نشانه کامل است برای قومی که یقینا مؤمن است، میدانه که الله نصرتش امرای مؤمن است. حالی میفهمی منطقی کسی که دلیل نداشته باشه؟ خبرداری؟ شما یاد داشته باشه موضوع مسئله را از مولا صاحب پرسان کنه، دلیل که قطعش نباشه چی میگه؟ نه دلیل چی میکنی؟ بزنی قطعی سوتا. مولوی در سر منبر تقریر میکرد، میگه یک طایفه است شما را دعوت به توحید میده، توحید به سنت میده، اون مردم از مذهب بیرون است، خب او دلیل هم قطعش گفته نمیتونه. چرا؟ قطع از قرآن حدیث خیلی زیاد یادشان است. خب چی کنیم خیر؟ میگه سوتا را بگیره، چوب بگیره، فقط در فرقی سرش بزنه، دیگر راه نداره. یک عاقل پیدا نشد که خب مولوی صاحب آلی اگر او دلیل قرآن حدیث هم داشته باشه و بر ما میگه باز ما سوتکوی کنیم شه؟ چرا اول تو جادوگر از سوتکوی نمی کنیم که تو تعالی را ما را از قرآن حدیث مانع شده بودی؟ لیکن بیچاره گپای از او را باز گوش میکنه. باز چی میگه؟ خب مولای مذهبی است، خب مولای مذهبی، خب رد کرد، خب مولای مذهبی است، اینطوری میگه. خب الله تبارک و تعالی ایرا منطقی کی گفت؟ زورگویایی که در مقابل ابراهیم خلیل الله بود، دلیل نداشتن، میگفتن الا بکشش یا قتل کنش، نمانش. نه خب الله نجات داد. الله علی بر ما میگه و قال انما اتخذت من دون الله، ابراهیم خلیل الله شروع نمیترسه، یک فرد است، کل پاچایی پدر قوم کلش در راه غلط روان است، دلیل پیش کرده رویسته، برای ما درس میده، دلایل تا گفته برو. بس یک جوان پیدا میشه که کلپ تلا دلیل در گوشت میشینه. خیرت است در فلان جا که تو تقریر کردی فلان گپا گفتی در ذهن ما ششت ان شاء الله، از امو خاطر میبره یک تا. چطور میگه؟ و قال انما اتخذتم، گفت ابراهیم خلیل الله یقینا شما جور کردی گرفته من دون الله، بغیر از الله تبارک و تعالی، اوثانا بطارا، شکلای معبود جور کردی، نعوذ بالله، مودت بینکم، که جهت دوستی در بین شما، برای جهت دوستی در بینتان، فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا. این یک جهت دوستی براتان جور شده. چرا؟ تو تایبندی کجاستی؟ ما تایبند فلان هستم. خب کسایی که در فلان زیارت میره یا کلش یک رقم چی میگه؟ مخلصین فلان زیارت است. چی میگن؟ مخلصین میگن. ثم یوم القیامت، باز در روز قیامت، یکفر بعضکم، منکر میشه بعضی از شما به بعضی از بعضی دیگرها، و یلعن بعضکم، لعنت میگه بعضی از شما بعضا بالای بعضی دیگرها. چرا لعنت میگن؟ چرا مرا در راه غلط تشویق کرده بودی، ترغیب داده بودی؟ اگر تو نمی بودی مرای حق پیدا میکردم. و مأواکم النار، جای باش شما آتش است، و ما لکم من ناصرین، نمی باشه برای شما کسی امداد کننده، کسی محور دوستیش الله و رسول الله باشه. دعوت دین چیسته؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشه، اونو باقی میماند، دیگه دوستی ها مکمل از بین میره، باقی نمیمانه. عالی، بلکه در اونجا یکی از دیگه این کار میکنه، یکی دیگه را بد میگه. فآمن له لوط، ابراهیم خلیل الله محنتش به جای میره؟ قطعا نمیره. ابراهیم خلیل الله محنتش به جای است. فآمن له لوط، ایمان آورد یعنی قبول کرد دعوت، له برای ابراهیم خلیل الله، لوط علیه السلام. و قال، گفت انی مهاجر، ما هجرت کننده هستم. اینا یا ابراهیم خلیل الله گفته یا لوط علیه السلام، نظریه مفسرین جداست. خب ابراهیم خلیل الله زحمت کشید، واقعا را اینجا کوتاه‌تر گرفته، دراز نکرده. اصل منظور است که ابراهیم خلیل الله را خب پدر تهدید کرد، باز بعد از او گپ در دولت رسید، بعد از او به طریق اجتماعی زمجم شد، بعد از او آتش افروختند، بعد از او ابراهیم خلیل الله را دیش انداختند. الله تبارک و تعالی کوتاه خلاص کرد که من ابراهیم خلیل الله را نجات دادم. دعوتگر را درس داد. دعوتگر را گفت که اول پدرت مخالفت میشه، خانه مخالفت میشه، قوم مخالفت میشه،
مردم مخالفت میشه، دسیسه برات جور میشه تا کی تو را از بین ببره. خو یادت باشه این فکر نباشی که از بین برده میشی. نجات دهنده کیست؟ او این دسیسه ها و نقشه های از یاره الله عالم است. نمیخواد که دوست خود او ذلیل بکنه. از همون خاطر ابراهیم خلیل الله در امتحانات بزرگ الله واقع شد. پدر مخالف، تنها لوط علیه السلام که هم نظر به بعضی روایت خوارزاده ابراهیم خلیل الله است، دیگه مردم قطعش ایمان ناورده. خب بله، قرآن بر ما میگه جایی که تو دعوت دادی رای مخالفت در پیش گرفت و نشدن، اینطور نگویی که نه دیگه نشدن بس کنم، نه، تغییر مکان کن. از همون خاطر مفسرین نوشته میکنه که در کدام جایی که تو مراسم اسلامی را با وجه درستش انجام داده نمیتونی و تو دعوت کردن نمیتونی، حق بیان کردن نمیتونی، او منطقه را ترک بکن، دیگه جای هجرت بکن. از همون خاطر برادرها و دوستایی که در ممالک غربی، در ممالک کفری زندگی میکنه، در صورتی که برایشان زندگی کردن مطابق دستور شریعت مهیا نباشد، تطبیق احکام شرع را نمیتونن، دعوت به دین دادن نمیتونه و آن چیزی که شعائر اسلام است او را برملا کردن نمیتونه، آذان، جماعت، ریش، حجاب، در او صورت سرشان فرض است که او منطقه را ترک کنه، در مملکت اسلامی بره. چرا؟ از این طور منطقه هجرت کردن فرض است، بعد هجرت بکنه. نگویا سعی نکنه که اینجا والا کاروبارم هم درست است، روزگارم هم خوب است و چیسته آرام و راحت هم هستم، چرا در یک مملکت خیلی نارام برم در افغانستان؟ نه، دین معتبر است. از همه چیز که در عقیده و دین معتبر است، حفاظت دینی تا از دین اولادی تا باید تو بکنی. تو نشوه که اولادت اگر نعوذ بالله یک اولادی دونجا گمراه شد، بیرا شد، امی کلی مسئولیت در دوش تو میشه و پیش الله تبارک و تعالی چیستی؟ مسئول استی. ابراهیم خلیل الله پدر اقارب کلگی را میگذاره، مهاجر میشه. و قال گفت ابراهیم خلیل الله انی مهاجر متر کننده استم، ای قوم وطن الی ربی، بسوی پروردگار خود. هجرت فقط بسوی الله میکنم. چرا؟ هجرت برای خدمت دین الله، هجرت بسوی کی است؟ بسوی الله هست. انه یقینا الله و امی الله نه کسی دیگه العزیز و زبردست است، اراده از او قطعا نافذ شده نیست، الحکیم و حکمت والاست. اراده الله خو اینجا نافذ میشد که یک تعداد مردم ایمان می آورد و ما امی جمعی بودم. خو الله حکیم است، یکی مردم ایمان ناورد ما از اینجا مهاجر میشم، دیام حکمتا است. حکمتا بود یا نبود؟ آمد در شام، از شام هاجره رضی الله عنها را قطی خود گرفته، آمد قطی اسماعیل علیه السلام در بیت الله چی کرد؟ واره گذاشتن بیت الله آباد شد. چقدر حکمتا در او مربوط بود. امروز حجاج ما کلش کارنامه تاریخی مراسم کیسته؟ ابراهیم خلیل الله احیا کرده رویسته. از او خاطر حکیم است. و وهبنا له اسحاق، بخشیدیم. الله اکبر. الله هر قدمی را که تو میمانی که مخالفت پیدا میشه، الله عوضش میده برات، عوضش میده. چطور عوض میده؟ و وهبنا له اسحاق، در مقابل پدر که قطعی مخالفت کرد الله برش میده، بخشش میکنه. الله میگه بخشش کدوم برش؟ اسحاق علیه السلام. و یعقوب نواسر هم برش دادم. معلوم شد که عمر ابراهیم خلیل الله طولانی بوده که حتی نواسر هم بگوی در وقتش داده شده. و جعلنا فی ذریته النبوة. این کمالات میبینی الله اینطور نعمه برش در مقابل این مصیبت ها داده. ما گردانیدیم فی ذریته در اولادش النبوة، نبوة. کلی انبیاء علیهم السلام بعد از اینکه آمده در اولادی کی آمده؟ ابراهیم خلیل الله. یکی و آتینا دادم شه ابراهیم خلیل الله را اجره و اجرش فی دنیا، در دنیا باید گمنام میشد، هیچ کس نپذیرفت شه، هیچ کس نپذیرفت شه. در جای دیگر رفت یک دم نام چی شد؟ شهرت پیدا. تا امروز هر کس خود منصوب به سوی کی میکنه؟ ملت ابراهیمی. خود گمنام کو. گمنام میفهمی که هر کس در یک قریه بد بگویته، در یک جای برو با سعی میکنی انشاءالله یک قدر شهرت پیدا کنی که هیچ کس کلگی بشناسد، دوست و دشمن. انوزه دشمنات را مشهور کرده روی استخو، در فلان جا یک مولوی است اینطور است، در فلان جا یک مولوی است اینطور است. آخر جوانا متعلق میشه. یکی از جمله آلمانی، یک آلمانی اسلام آورده بود، انگیزه اسلام آوردن خود چی بیان کرد؟ گفت من در کلیسا کار میکردم، خیلی پیشرفت، از جمله نفرای خیلی پیشرفته شمار شدم. هر کتابی که میگرفتم علیه اسلام، علیه اسلام، یک دفعه در ذهنم کار کرد که خو
یکی هر دفعه حمله سر اسلام است، حتما اسلام هم کدام دین خیلی قوی است کی قطعی دیگه چیزی مبارزه نداره. همی داره گفت من مقرر شدم من حیث چی که تو برو تحقیقات جمع کو که علیه اسلام چی بکنه؟ شبهه وارد کنه. گفت من که آمدم اونجا خودتن قرآن کریمی که به زبان آلمانی بود اونجا پیدا کردم، خواندم، مطالب گرفتم، از امو مطالبم بسیار برداشتای قوی را کردم. خب لیکن باز آمدم در ممالک عربی به این نیت نه ما را روان کرد که شما بررسی بکنید دین، بعد از چیزی را چی بکنه در علیه اسلام بعضی مسائل پیدا کنه که سرش انتقاد شود. اینجا که آمدم که عربی را یک کمی بلد شدم و تفسیرها را دیدم و قرآن خواندم و گفتم وای تباه و برباد شده بودیم ما. حالی هم یک تعداد مردم عاقل ما زمانی که ببینه که مبارزه قطعی شروع است میفهمی که او سنگر قوی سنگر است. چرا کلی فیرا هموجا میشن، نقطه مرکزی هموجا است. بیا که یک دفعه معلومات کنیم که سنگر چی رقمی سنگر است، حق است یا نه که باطل است، او خود به خود معلوم میشه سنگر قرآن حق است یا باطل، سنگر حدیث حق است یا باطل. برالا گپ است، هیچ هر کسی را درک کده میتونه. الله که کمکی بصیرت برش داده این نقطه ها را درک میکنه او میفهمه که حق کجاست. خب و انه فی الاخرة یقینا ابراهیم خلیل الله در آخرت لمن الصالحین، از الله لمبر صالح هاست. صالح خو براتون گفتم که الله صالحین مجموعه جور میکنه، کسی که مکمل زندگی خدا در زیر فرمان الله تیر کرده. ابراهیم خلیل الله متر شخص بود یا نه؟ مکمل عمرش در دعوت تیر کرده، تکلیف برداشت کرده، مصیبت برداشت کرده. الله تبارک و تعالی میتر عمره را برام شما نصیب کنه. و لوط اذ قال لقومه، روان کدم لوط علیه السلام در آن وقتی که گفت برای قوم خود انکم لتاتون الفاحشه، یقینا شما آمدن میکنه به کاری بی حیا، به کاری خیلی زشت که عقلا هم زشت است. فاحشه هر کاری را گناهی را میگه که عقل هم را زشت میدانه. ما سبقکم بها، پیش دستی نکرده بها به این عمل زشت من احدین هیچ کسی من العالمین از دیگه مخلوقات. معلوم شد که اولین کاری غلطی که ای را رواج کردن و عادت جور کردن امی قوم لوط علیه السلام بود. این کدام بود؟ او آمدن به چی؟ مردا. اینکم آیا شما لتاتون الرجال، آمدن میکنه به امرای مردا برای قضا پورا کردن شهوتتان. و تقطعون السبیل، شما قطع میکنه راه های قافله را میگیره، مسافرها را آزار و اذیت میده. و تقطعون السبیل، قطع میکنه راه تولد و تناسل، شما نفوس دیگه از بین میبره. چرا که نعوذ بالله لواطت شوه اولاد در دنیا نمیان. و تاتون فی نادیکم، شما آمدن میکنه فی نادیکم در مجلس هایتان. مجلس نادی به خاطر میگه که یکی دیگر اشپیلاق میکنه، سر و صدا میکنه، او فلان اینجا بیا اون ترکو. المنکر، کارای ناپسندیده در مجلس هایتان انجام میده. خب لوط علیه السلام قومشی کارای غلط کرده رویست. اول کاری خیلی زشت و عمل ناگوار که وارواج کرده بودن او لواطت بوده. دوم راه ها را قطع میکردن، راه را میگرفتن. سوم در مجلس هایشان کارای زشت میشد. قرآنی را تفصیل نکرده. خب بله مجلس ها مجلسی منکر بوده، قرآن همی قدر گفته. اول موضوع بدترین موضوع است که عقل واقعا ای را بد میدانه. چرا؟ بر علاوه از اینکه خلاف فطرت سلیم انسانی است، بسیار چیسته نتایج ناگوار در دنبال خود داره. امراض گوناگونی از این پیدا میشه که امروز امی بدبختای غرب مثل حیوان واری زندگی کرده و این کار حتی در سطح پرده های تلویزیون علنا انجام میده، نشان میده که گپ سبب بدبختی بزرگی امی جامعه غرب شده که مبتلا به امراضی شده که هیچ پرسان نکن. از همون خاطر در ممالک اسلامی الحمدلله اینطور مرض ها قطعا پیدا نمیشه بجز از وارداتی. کسی که میایه یکی. دوم آلی تحقیقات سریعی موضوع شده که اسلام این کار حرام گفته و ناروا گفته چی مضراتی داره. به فضل مرحمت الله تبارک و تعالی تحقیقات ثابت کرد که این گپ نتیجهش در کجا میرسه. کسانی که به این عمل آغشته میشه باز هیچ وقت راه فطری را خوش نداره، بلکه مبتلا میشه و این طور یک عادت قبیحه و لازمه زندگیش میشه که طاقتش هم نمیشه. این خود به خود این که دیگه چی گپای دیگر را در دنبال خود داره، این بالکل واضح گپ است. لوط علیه السلام قوم خود گفت که کارا را نکنی. یک. دوم راگیری
یکی خوینمی مردمای اختطاف چیسته و مردمای دزد دسته و کی مردم هم بی عزت میکنه، بی آبرو میکنه، هم پیسیش هم میگیره، هم خودش قتل میکنه. این خود گپای کلان است. ولی وا گپای خرد هم میکردن. راگیری ایرم میگه که کسی در راه بشینه، خواهری که تیر میشه برش خب دقیق سعی میکنه، ریشخند میکنه، خیلی چیستا اشپیلاق میکنه، یام راگیری است. نفری مسافر که تیر میشه یک خنده سرش میکنه، یام در جمله راگیری میشه. و عمل قوم لوط علیه السلام بود. از امو خاطر انسان که در راه میشینه، پیغمبر علیه السلام میگه کسی در راه شش حق را بده، چشم پایین بندازه، سلام به هر کس جواب بگویه و دیگه چیستا بگویه، خنده یا سخریه سری کسی نکنه، راه را اعلا بکنه. اگر کسی راه را قید کرده باشه، اگر کسی خنده و مذاق میکنه، ریشخند میکنه، اگر کسی چشم خود در هر طرف سعی میکنه، این چیستا حرام است و اینمی عمل قوم لوط علیه السلام است که الله اینمو قسم تباه کرده شه. دوم در مجلس ها منکر آمدن. مجلس های از این مردم قمار زده میشد، یکی دیگر فخر بازی میشد، باز جنگ میشد. دو سوم عیاشی و فحاشی در اونجا که از جمله ساز و سرود بود هم بوده و زیادتر کارهای غلط، اینمی فحاشی، اینمی لواطت در اونجا خیلی زیاد بود. با تاسف که امروز در دنیای غرب خو هر مجلسش خالی از شراب و از قمار و از این گپا نیست، هر مجلسشان. ولی با تاسف که سرایت کرده در بین کی؟ مسلمان ها علی مجلسایشان نعوذ بالله مجلس خنده، لهو و لعب، مجلس عیاشی، شراب، قمار، نعوذ بالله این گپا شده. اگر او مجلس توی است، اگر او مجلس فراغت است، پانتونا است، میرن. ما از کجا ولا فراغتم شده، انجینر شدم، از کامپیوتر ساینس فارغ شدم، خیرت است، محفل گرفتیم. در کجا؟ در فلان هتل، فلان سازنده هم طلب کردیم. چرا؟ چی گپ است؟ حالی تو فارغ شدی، آینده چی رقم است؟ چی میتونی؟ این گپا عالی رواج شده. او اینجا امی کسایی که دمو دوایر است، در مرکز است، وام امی گپا را خوش میکنه. این شما فارغ شدی از کورس انگلیسی، یک محفل خو بگیره. چرا؟ چی محفل بگیره؟ دنیا را فتح کردن، چی کردن؟ تا عالی را دنبال روی امو مردم هستیم. کامپیوتر از واره خودی ما جور نکردیم، تا عالی را کلی پروگرامایشام یاد نداریم. در چی جشن بگیریم؟ چی کردیم؟ ما باید قطعی خود فکر بکنیم که جشن چی را بگیریم. او مردم ها به این سویه میرسه، آلاتی را کشف میکنه که سبب سهولتشان میشه. ما نمیتونیم. ما باید مغز خود در کار پرتیم، ما باید پشتی از این گپا بگردیم. فقط مردم فریب دادن، حالا کورس انگلیسی را خلاص کردی، حالا کامپیوتر را، حالا محفل بگیری، حالا اینطور. این محفل است. او دو محفلات چیست؟ فقط کارتا را روان که بیایی که سازنده را طلب کردیم، کی را طلب کرده، نه این را قبول نداریم، فلان طلب بکو. این کلش چیست؟ و تأتون فی نادیکم المنکر است. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. این در بدری ها خیلی زیاد شده. شو تا صبح مجلس است، خیرت است کتابازی. صبح نماز نمیخوانن، کتابازی میکنن. چی کرده بود؟ شراب بخور، قمار بزن، نعوذ بالله. الله رحم بکنه. فما کان جواب قومی، چقدر دستورات خوب میده لوط علیه السلام. قرآن برای ما میگه که هر داعی خیر که در قوم آمده انتظار از این نداشته باشه که گلا در گردنم انداخته میشه. فما کان جواب قومی، نبود جواب قومش الا ان قالوا، مگر گفتن ائتنا بعذاب الله، بیار بر ما به عذاب الله که تو وعده میکنی قطع ما، ان کنت من الصادقین، اگر ادعایت راست میگی، ما را میگی که عذاب آمد، بیار، ما از عذابت نمیترسیم. عالم که بعضی گناهگارا رو میگی نکن قمار، بره یک تو تا جنت برو، بس است، بیار ما عذابت. همینطور میگن نمیگن؟ همینطور میگن. الله رحم بکنه. این سخت علامه بدبختی یک انسان است که انسان دیگه نصیحت و خیرخواهیش میکنه و این جواب خیلی نعوذ بالله گستاخانه برش میده که عذاب بیار، عذاب الله را، نعوذ بالله. الله چی میگه؟ قال رب انصرنی. لوط علیه السلام دست به دعا کرد، ای پروردگار انصرنی، قطعه امداد بکو. نزدیکترین کسی که فعلا تیر شده و صاحب کمالات است و قرآن توصیفش کرده کیست که میالی واقعیش گفتیم؟ ابراهیم خلیل الله. خب بیایی که دعا را از پیغمبر یاد بگیریم. مولای ما که حالی در مسجد میشینه به حق فلان آقا و به حق فلان پیر و فلان خوجه و فلان میا و فلان ملا و فلان، الله اکبر. تو دعایی که دمی قدر قرآن تلاوت کرده یک جای به حق فلان کدام پیغمبر دعا کرده؟ کدام مومن مخلص دعا کرده؟ دعاهای بدعی را از خود چرا کشیده رایستی؟ سری الله کی حق داره؟
حقی واجبی هیچ کس نداره، تفضلی داره. الله احسان کرده که ما عمل و طاعت و نیک بکنیم، الله ثواب بر ما میده. این حق سری خود اگر ما واقعا رایش تعقیب کنیم در جنت میبره. این حق الله سری خود واجب کرده، این احسانا دیگه حقا را کسی نداره. ابراهیم وارد شخصیت تیر شده، خالی نمیگه که قال رب انصرنی بحق ابراهیم، به حق ابراهیم خلیل الله مرا نصرت بده. نه، پیغمبر است، محتاج است به الله یا نه؟ در نصرت به الله محتاج است یا نه؟ از کی طلب کرده؟ از الله طلب کرده. این را میگه دعا، این را میگه طریق دعا. رب پروردگار ما انصرنی مرا نصرت کو. قوم المفسدین بالای قومی که فاسد است، یک تیکه فساد است. ولما جاءت دعا قبول شد، پیغمبر است، الله تبارک و تعالی دعایش قبول میکنه. ولما جاءت رسولنا، ملائکه فرستاد. هرگاه که آمد رسولنا قاصدای ما که ملائکه است، اول در پیش ابراهیم خلیل الله میاد. هرگاه که آمد قاصدای ما ابراهیم، با ابراهیم خلیل الله بالبشرا، با یک بشارت. این ماموریت ملائک دو چیره امر در زمین داشت. یکی بشارت به ابراهیم خلیل الله، این بشارت، یک بشارت به لوط علیه السلام که قومش که مخالفش از هلاک میشه. هرگاه که آمد قاصدای ما با پیش ابراهیم خلیل الله بالبشرا، به خوش خبری. قالوا گفتن اینا مهلکو اهل هذه القريه، خوش خبری دادن که ما هلاک کننده هستیم اهل این قریه را. ان اهلها كانوا ظالمین، یقینا اهل از یا بالکل ظالم است، مشترک است، حد تجاوز کرده.